шодигулро ишқ аз шаҳр ба рӯсто овард. бо умед 16 сол боз зиндагӣ доранд. از ما پرسان شدن که شما در ده زندگانی کرده میتونید. ما گفتیم البته. از ما پرسان شدن که تو دختری شهر هستی و در ده زندگانی کرده. ما نمیخوانیم خیلی حولی کلان و نمیقدر خوجگی های دهقانی داشتن. البته ما به همه این روزگی داده در ده کلین شده رفتگی. با روستا رفتن دختری شهر جسارت میخواهد، چون که همه کاری خانه از دوشیدن گاو تا کشت و کار به دوشی کلینی خانه است. خویشاوندان ما دخالت میکردن که شما در ده زندگانی نکنین. اگر که در ده زندگانی میکنی ما با عیادتتون نمیبیم. شادیگل میگوید حتی پس از تولد فرزند یکم والدانش از او خواستند دیگر در ده نماند. و هر باری که پدر و مادر من یا بیبی و دیگر خویشاوندان نزدیک به عیادت من میرفتن، همه وقت آنها غمخوری میکردن که یعنی که یک دختری مرکز در ده زندگانی میکنی و باز عهده اینقدر کارهای وزبین میبری. شادیگل با دو کلین دیگر در خانه پدر و مادر شوهر میزیستند. زندگی یک جای گاه ماجرا برانگیز بود. شادیگل حکمت این زندگی یک جای را نمیفهمید. همه وقت مشکلی بود از طرف من وقتی که من یگان وایی میکردم، لیکن شوهری من فقط میگفت که صبر کنید، طاقت کنید، همش میشود. ما ممکن به روزهای نزدیک میتونیم که خانه الهیده بگیریم. با باور امید شوهر شادیگل حالتهای بحرانی زندگی آنها را محبت نرم میکرد. در دوام زندگی همه سختی ها هست. همه این سختی ها رو پسی سر کرده یک دیگر فهمی کردن در کار. این دو جفت طرفدار عشقی هستند که از جان برخیزد و در رفتار ظاهر شود. امید چون از شادیگل صبر میخواست، برای ثمر آوردن لحظه های باصبری میکوشید. ما اجاره همیشتیم توبستان میرفتیم روسیه. در روسیه 3 ماه 4 ماه کار میکردم در شهر مسکو. می زمین گرفتیم. با مرور زمان است در مدت 5 سال ما تیار کردیم اومدیم خونمون. امید در یکی از مکتب‌های ناحیه وحدت معلم است. شادیگل با ترغیب و تشویق او صاحب دیپلم شد، در حکومت شهر وحدت کار میکند. وقتی که عائلت خواندگی معلومات عالی که داره زندگی دیگر خیلی. شادیگل و امید بر اینند که زندگی و فعالیت والدین به حیات فرزندان تاثیر میگذارد. با مصلحت بودیم. با مصلحت یک دیگر 16 سال پس سر کردیم. یک پژوهش تازه هم معین کرده است که بیش از 80% عائله ها در تاجیکستان بر پایه محبت بنیاد می شوند. امید میگوید محض بر پایه این احساس زندگی آنها در 16 سال سامان داشت.